به نام خدا. سلام خدمت شما دوستان عزیز و همراهان باشگاه عزیزمون استقلال. در این بخش از ویدیو میخوایم بریم سراغ خلاصه بازی استقلال و صحبت های نکونام در مورد این بازی. جدال شاگردان اوزونایدس و نکونام بدون برنده به پایان رسید. در یکی از دیدارهای هفته 14 لیگ برتر فوتبال ایران، باشگاه گلگهر از ساعت 15 امروز در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان از استقلال میزبانی کرد. گل اول این بازی توسط گلگهر به ثمر رسید و مهران زاهدی در دقیقه 20 با ضربه سر دروازه حسینی را باز کرد تا حساب کار 1-0 شود. چند دقیقه پیش از آنکه نیمه اول به پایان برسد، یک پنالتی برای استقلال به دست آمد و یامگا پشت توپ ایستاد و طبق روال همیشه توپ رو به تور دروازه دوخت و بازی را به تساوی کشاند. در نیمه دوم شاهد موقعیت‌های جدی بودیم، ولی در نیمه دوم گلی رد و بدل نشد و این بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید و شاگردان اوزونایدس و نکونام به تقسیم امتیازات رضایت دادند. و حالا میخوایم بریم سراغ صحبت‌های جواد نکونام در مورد این بازی. میدونستیم بازی سختیه، باید تیم بازی داشتیم که شکل تیمی خوبی داره، نظم و انضباط و ساختار خوبی داره. ما چند تا بازیشون رو دیده بودیم، بازی‌ها تقریبا بدون موقعیت به پایان میرسید. شاید تو خیلی از بازی‌ها هیچ کدوم تیم‌ها موقعیت نمیدادن، موقعیت ساختن جلوی تیم سیرجان با توجه به شکل و سازمان دفاعی که داره تیم واقعا خوبی هستن، شکل خوبی دارن. تبریک میگم بهشون و میدونستیم کار سختی داریم. به بچه‌ها هم گفتم برای اینکه موقعیت سازی کنیم و بخوایم گل بزنیم عجله نکنیم، ولی متاسفانه روی یک اشتباه آفساید گل خوردیم و این کارمون رو سخت کرد. و بعد از گل آفسایدی که خوردیم سعی کردیم بازی رو دوباره به دست بگیریم، دوباره شرایط خوب شد و تونستیم گل بزنیم، به گل برسیم، بازی رو برگردونیم. ولی اعتراضاتی که اتفاق افتاد نیمه دوم بازی رو یه مقدار احساسی کرد. بازی مستقیم شد، هر دو تا تیم دیدید تیم حریف هم تعویض بازیکن‌های قد بلندش رو آورد تو بازی مستقیم انجام میدادن. دیگه فوتبال واقعا سخت شده بود و شرایط خوب نبودش و داور مسابقه آقای حیدری هم که من احترام خاصی براشون قائلم، دوست داشت بازی 1-1 تموم بشه. تموم بشه به خاطر اینکه یه سری خطاهایی رو میگرفت که سریع خطر دور بشه، بازیکن‌ها از 18 قدم هم دیگه دور بشن، فشار کمتر به دروازه تیم‌ها بیادش و بازی رو دیگه فکر می‌کنم دوست داشت یکی تموم بشه. یه طوری خطاها رو میگرفتش که به ضرر ما بودش و بازی میخوابیدش و این شرایط رو سخت کرد واسمون. تیم ما امروز بچه‌هامون با توجه به اینکه ما بازی پرفشاری رو جلوی پرسپولیس داشتیم، دربی رو پشت سر گذاشتیم، بازی قبل بازی با نساجی تو آزادی انرژی زیادی گذاشتیم واسه بردن و وقتی شما میبرید بازی پرگل میشه، بازیکن بیشتر انرژی میذاره واسه اینکه بتونه گل بزنه، دوست داره بیشتر حمله کنه و واقعا تیممون امروز از لحاظ بدنی خسته شد نیمه دوم مخصوصا و نتونستیم بازی که مورد نظرمون هست رو ارائه بدیم و خودتون دیدید دو تا بازیکن امید روی نیمکتمون بودش و ما دفاع وسطمون رو تو دو تا از بازی‌ها دست دادیم و شرایطی نداریم که بخوایم بازیکنایی که مد نظرمون هست بخوایم جایگاهشون رو جایی که دوست دارن بازی کنن رو بازی بدیم. ولی به هر حال یه بازی از نیم فصل مونده، تمام تمرکزمون روی بازی بعدی مونه، بتونیم ان شاءالله به موفقیت برسیم و برای نیم فصل دوم آماده بشیم. نیاز به یارگیری داریم، حداقل 5 تا بازیکن می‌خوایم و بتونیم ان شاءالله یارگیری کنیم. امید خدا بتونیم نیم فصل دوم نیم فصل بهتر داشته باشیم. تا همین جای کارم بازم تکرار میکنم، بچهای تیمم، بازیکنام، کادرم واقعا سنگ تموم گذاشتن. هوادارامون واقعا من شرمنده‌شون هستم این حمایتی که از تیم میکنن و امیدوارم این فصل دوم بتونیم همین روند رو ادامه بدیم و جایگاه خوبی رو توی جدول داشته باشیم. خسته نباشید. نکونام هستم از سیکل ورزشی. امروز گلگهر وسط بازی یه بیانیه داد راجع به وار و اینکه حالا یه پنالتی که استقلال پنالتی نبود، این هفتمین پنالتی بود که برای استقلال تو 8 بازی اخیر باید مقابل گلگهر گرفته شد. نظر شما چیه؟ من در مورد یه بازی صحبت می‌کنم، هفته‌شو شما صحبت کنید. وار که ما خودمونه باشه، دیدید که وار چیزی هستش که همه تیم‌ها دوست دارن، همه استان‌ها دوست دارن، امیدوارم این اتفاق بیفته و بیاد.
ما گل آفساید بخوریم گل آفساید نمیخوریم قطعا شرایط بازی فرق می‌کنه و ما راحت‌تر بازی رو میتونستیم اداره کنیم و کنترل کنیم و بتونیم ببریم. حتی وقتی شما گل میخوری نیاز به این داری 2 تا گل بزنی بازی رو ببری، ولی وقتی بازی 0-0 باشه شما با 1 گل بازی رو میبری. و به نظرم عجله کردن وسط بازی، بیانیه دادن. در حال احترام میذارم به نظر مسئولین، مدیران و به هر حال کسایی که تصمیم گیرنده هستن، ولی من نظر شخصی و فوتبالی میگم گلگهر یه مقدار عجله کرد چون گلشون آفساید بود و شرایط به نفع اونا شروع شد به تحقیق کردن. پنالتی ما هم که الان غیر از کارشناسایی که به هر حال شتیل بگیرن دوباره تکرار میکنن و تکلیف مشخصه، بقیه پنالتیایی که اتفاق افتاده کارشناسا میتونن نظر بدن و هر اتفاق بیفته دیگه بازی تموم شده. الان هیچ صحبتی هم بکنیم بی‌فایده است، ولی ما گل آفسایدمون رو متاسفانه گل آفساید خوردیم توی صحنه پیمان بابایی. حالا من اینو فوتبالی میگم تشخیصش سخت بود، ولی به نظرم پای بازیکن سیرجان روی مچ پای پیمان بابایی رفتش و پنالتی اتفاق افتاد و گل 2-1 رو ما میتونستیم بزنیم توی همون صحنه و پنالتی دوم گرفته بشه. ولی گفتم شرایط انقدر سخت شده بودش و انقدر اعتراضات اتفاق افتاد حتی تو تونل وسط دو نیمه دیگه اینجا ریخته بودن سر داور، به خاطر این بازی سخت شدش و بازی رو دوست داشتن مساوی تموم بشه. دوستان سوالی نداریم؟ اسم رسانه سوال برتر یه صحنه کنار زمین با کی؟ بلند صحبت آقای علیزاده من بازیکن حریف رو هیچ متوجه نشدم چون داشتم خودم بازیکن‌ها رو، چون مربی گلگهرم بهم گفتش که بازیکن‌ها رو جدا کنه، من بازیکن‌ها رو داشتم می‌بردم و این سمت به سمت کمک داور حواسم نمی‌رفت. آقای خسته نباشین. عرب هستم، خرابزاری تحصیل. در مورد شرایط سامان تورانی هم توضیح میدین؟ بکنم سرما خوردم بود امروز، مشکلی نداشت؟ نه خیر مشکلی نداشتش و امروز نفراتی که داشتیم همه بودن. شرایط سامان چجوری میبینید در شما داداششی؟ نه دوستان خسته نباشید. ممنون که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً با لایک و سابسکرایب از کانال ما حمایت کنید و اگر نظر و یا پیشنهادی در مورد ویدیوهای آینده دارید حتما برای ما کامنت بذارید.